تا حالا به این فکر کردین اگه بازی کانتر رو بهش بتل رویال اضافه کنیم و زاویه و قدرت پرتاب انگلی بردز رو بهش اضافه کنیم و مثل شطرنج نوبتیش کنیم چی میشه؟ نتیجهش میشه بازی ورمز مایهم. خب آقا این از کرمی که ما داریم. قشنگ حتی صداش هم هارره. آقا ما دسمچ برمیداریم. مپ بذارینم مپ باحال‌تر چی داره. این خیلی مپ خوفیه. تیم خودمونو میارم، سی پی یو ایزی رو میارم، یه سی پی یو نورمال میارم و پرنسس رو میارم. اول پرنسس میاد. دقیقا ما رو زد، یعنی از همون اول گرفت رو من و اون بدبخت دنیل. خب چیکار کنم؟ نگاه تو گرفتی منو زدی، اما من الان نمیتونم تو رو وان شات بکشم ولی اینو میتونم. داداشمی ولی خب اینا چرا گیر دادن به من از تو نکشتم، من از اون یکی دیگه کشتم. حالا پرنسس میاد. سی پی یو ایزی تا الان خونش از بقیه کمتره. ببین پرنسس دقیقاً اسکلتون بدراکه. رو که بگم اسکلتون بدراکه. یعنی چی اینقدر ایمت خوبه؟ آها یه ایده. اینو ما اینجا یه بمب گذاری میکنیم، جفت اینا میمیرن امیدوارم. خودم هم از اینجا تلپورت میکنم. بیافت تو آب. از اینم خیلی خون کم کرده ولی باید میمرد. ای کاش گوسفند مینداختم. آره گوسفند مینداختم مرده بودن. و بگم این نسخه اولین نسخه تریدی این بازیه. بقیه نسخه همه تودی بودن به قبلش و حتی نسخه جدیدتر واسه موبایل که نسخه داد یه نسخه دو بعدی داد. حالا نمیگم دو بعدیش بعد دو بعدیش واسه اونایی که خیلی قدیمی‌تر بازی میکردن خوب بود، ولی من اولین تجربه‌ام با نسخه تریدی بود. بهمون سم زد وای. هر راند این سمه هست دیگه. یا این میگیره نقطه یک نفر رو میزنه، دقیقا منو میزنه، نقطه دقیقا منو میزنه، با من مشکل داره، میدونه من بمیرم تمومه. باید هدف اصلیمو بزنم پرنسس. خب شما پرنسس خان. به به میبینم دوتا هم هستین. چرا یار خودم پیشتونه ای بابا؟ من میتونستم یه کاری بکنم. چیکار کنیم؟ پرنسس دیگه در معرض خطر نیست.
از بالا نگاه کنم. دنیلی که 50 تا خون داره اونجا، اون چیه؟ نه دیگه مجبورم داداش، تا اینجا اومدم. آخ بزن پاشو. اینم دوم مردیم. این از این. دنیل رو کشتیم. بدبخت سی پی و ایزی شانس هم نداره، بدتره از من شانسش. جمله بندیام باید بشینم درست کنم که زبونم خیلی داره میگیره، خیلی دارم کات میزنم. هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه. بذار ما یه خورده موقعیت از بالا ببینیم کیا بهمون نزدیکن. اگه میخوایم بپرسیم چرا من شماره داره کرکترام، اینه که بازی به ترتیب میاره. من اینجوری میفهمم کرکتر بعدیم چیه. کیو زد؟ اگه به کسی میخورد گوشه نشون میداد. به هیچ کی نخورده. به هیچ کی. دوست فضاییمون میخواد چیکار کنه؟ رایلی رو اگه بزنی که کوری. نه پرنسس رو زد. دمت گرم آجی، دم گرم. 53 تا ازش خون کم کردی، ماشاءالله، دمت گرم. بابا این الان گیر میده به من، اینو میکشه. شماره 1 منو میخواد بکشه دقیقا. نه رفت. یا میخواد از دور یه اتکی یه چیزی بزنه، هر چیزی. این به من گیر داده. نه گرفت رو فضایی ها. من از اینجا کیو بزنم؟ نهایت چیزی که بتونم بزنم، از چیکار دارم میکنم؟ قطع کن ببینم اینجا چی. یه لری این ور هست، نمیتونم زیاد روش مانور بدم دیگه. فقط یه میس استاف رو میتونم بزنم. کسی دیگه نیست. نه ریسک نمی کنم بخوام اینجا یه بمب بندازم. خب اینم از ایشون. حداقل یه پرنسس بمیره. 40 تا خون کم کرد. خب سی پی یو ایزی اگه بتونه ملکه‌ای که بالا سرش هستش رو بزنه خیلی خوب. ندادش اصلا نمیتونی کاری. کیو زدی؟ فضایی رو زد. بدبخت وودی. حالا نوبت وودیه. زد؟ بابا به من چی کار داری؟ وودی تیر خورده به مغزش بکنه. درست نمیتونه تصمیم گیری کنه. پرنسس کمر به قتل بسته. سی پی یو نورمال و اینا همه رو زد. خب پرنسس ببین من کیا رو میتونم بزنم؟ شماره چنده؟ کرکترم شماره چنده؟ اصلا خون ندارم. کرکترم یک بار مصرف. ببین داداش بذار یه چیزی بگم. من هیچ چی دیگه برای از دست دادن ندارم. هیچ. خب و همین یه نارنجایی میندازم جفتمون با هم سقط شد.
الله اکبر. انتحاری بهش دادم. وقتی تو خاورمیانه داری بازی میکنی هم بتونم این لریه رو بزنم، خیلی رو مخمه. نگاه گرفته رو من. الان شماره 4 منو فکر کنم کشت. آره افتادم تو آب. نگو زندم. نه مردم دیگه. مرد. خب شماره 2 این بدبختم آخه دمیج بدی هم دید از سمت بودیه. از این تنابه میتونم برم بالا. نه چیکار کنیم؟ یه جت پک بزنیم دیگه، نهایت کاریه که بتونیم بکنیم. خب بیار اینجا. با چی بزنم؟ نهایتا انگشتت کنم. به شرفت ضربه زدم نه به خودت. تایم کم آوردیم ولی اشکال نداره، عوضشون الان جاش امن‌تره. خب ببین اگه نزنی به وودی نامردی. دوباره رو من نگیر. دمت گرم حاجی، ایزی بود. پرنسس از اون فاصله زد. بابا اصلا آره 4 تا دمیج ولی خیلی ایم خوبی گرفت. دمش گرم. اوه بابا به این ایزی کار نگه. ایزی خونش خیلی. نه به ایزی کار بگیریم. سی پی یو نورمال فکر کنم همون یه کرکتر رو داره. و پرنسس که بد جور کار بگیریم. خیلی دهن سرویس. بات خیلی سختیه میدونی، نشونهاش هم خطا نمیره. خب معمولا خطا نمیره. نمیدونم الان چجوری اصلا خطا زد. خب ما اینجا چیکار کنیم؟ ما میتونیم اصلا چیکار کنیم؟ تو رو نه به وودی که میگیرم، وودی رو بزنم. آره دلم میاد. بعد منو زد. بعد منو زدی. خدا وکیلی حقت بود. همین یک کرکترت هم نمیره. خب آقا کلن سی پیو نورمال رو حذف کردیم فکر کنم. آره دیگه سی پیو ایزی مونده با پرنسس. اصلا چالشمون سر پرنسسه. اینا که خورده چی بهش میگن نخودی هم. گرفتی رو ما قشنگ نه؟ چقدر دمیج کشتی. نگو مردم. نه هنوز کرکتر دارم ولی باختیم این مچو. بله انبازی این بشر خیلی بیشرفی. فقط گرفت رو من. اگه کار منو دوست دارین، اینکه بازی‌های خاطر انگیز قدیمی میارم، منو سابسکرایب کنین. هر هفته یه گیم میاریم. اگرم که لایکای یه گیمی بالا بره خب واکت روش میکنیم، قسمت‌های بیشتری ازش میذاریم. خود این بازی بخش استوری مود داره. حالا درسته من اینو اصلا استوری مودش رو تموم کردم اما استوری مود جذابیه و اگه دوست داشتین لایکا رو ببریم بالا. منم
واکتور ادامه اینو میذارم و دم همتون گرم که حمایت میکنین و اگه گیم قدیمی مد نظرتونه کامنتش کنین، من به روی چشم میذارم.